عرض ادب و احترام خدمت همشهریان عزیز گنبدی. انشالله که سال خوب و پربرکتی داشته باشید، همیشه سلامت و تندرست باشید. ما هر ساله این برنامه حاجی فیروز و نوروزخانی رو از شهرداری گنبد از همین مقصد همین 2 سال داریم شروع میکنیم، به خاطر دل مردم، به خاطر اینکه مردم رو شاد بکنیم با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیتی که از مردم شاد بشن، خنده رو لبای مردم بشینه. هر سال برنامه داریم، برنامه ما از همینجا شروع میشه تا باغ ملی، به خاطر اینکه دل مردم رو شاد بکنیم، مردم شاد و شادمان باشن. ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سلام علیکم، علیکم السلام پیشی ایشالله، علیکم السلام پیشی ایشالله. ارباب خودم گلی به جمالت، از کجا بگم وصف کمالت. سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بتر بود. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، دکونا رو تخته کردی، مردا رو شلخته کردی، زنا رو اخمو کردی، گرونی رو هدیه کردی. ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی. یا حق یا هو، یا حق یا هو. هر کی به کاری مشغول پولی بریزه به کشکوله، هر کی به کاری مشغول پولی بریزه به کشکوله. در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. در سایه ایزد تبارک، عید همگی بود مبارک. سال خوب. سلام، در مورد حالتون در مورد عید نوروز. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم ترکمن هم به نام خودش در هنگام تحویل سال و نور شدن جهان سعی میکنه که با لباسهای قشنگ و شیرینی و بعد چیزا به استقبال نوروز بره و نوروز رو گرامی میداره. و شاعر ترکمن هم شعرهای زیاد درباره میگن bahar yatır gül açılır bağlarda, gül üstünde şeylerinde bülbüller. که حتی بلبل هم توی وقتا نغمه‌هایش قشنگتر میشه، بهتر میشه. چه برنامه‌هایی که انجام میدید توی ایام عید نوروز؟ عید نوروز بیشتر میریم واسه دید و بازدید. خیلی هم که امسال هم که متقابل شده با بهار قرآن که اینو به همه تبریک عرض میکنم. نوروز هم که اسم روز نوه، همه باید جامه‌های کهن باید از تن برکنیم و یه سال نوی رو شروع کنیم همراه با سلامتی و انشالله خوشبختی همه این مردم. در مورد گروهتون بگید. مؤسسه فرهنگی نوای صحرای گلستان که حدوداً 12-13 سال از تأسیسش میگذره، این گروه فرهنگی محتویه که کلاً مراسم فولکلوریک و سنتی ترکمن رو انجام میده از قبیل ذکر خنجر، ساز و آوازهای محلی و رقص شادمانی کوشتپتی که اینو در جشن‌ها و اعیاد انجام میدن. ممنون. خواهش می‌کنم.
یعنی تعاملات قشنگی توی گنبد برای آقای شهردار و دوستان شورای شهر واقعا آدرگشتون در نظر انشاءالله که آرزوی موفقیت سال خوبی هم داشته باشید سال افتخار دارم گنبد ما هر سال مهمانی آقای شهردار آرزوی موفقیت برای شما و پررزقی برای شما زنده باشید زنده باشید محمد جون تو با اون سلام عرض می‌کنم. در مورد اقداماتی که صورت گرفته در خصوص سال جدید و سالی که گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همشهریان عزیزم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیشاپیش فرارسیدن سال نو رو خدمت همشهریان عزیزم تبریک میگم. مجموعه مدیریت شهری اقدامات خوبی رو برای سال جدید در نظر گرفت و اقداماتی در حوزه‌های خدماتی، عمرانی و حوزه‌های فرهنگی که تا به امروز انجام داد. در بخش‌های متفاوت به عنوان مثال کاشت بیش از 2 میلیون گل در بلوارها، میادین و بوستان‌های سطح شهر، نصب المان‌های نوروزی بیش از 150 عدد در معابر سطح شهر، کاشت بیش از 4000 اصل نهال در معابر سطح شهر و اقداماتی از این قبیل بود که آماده سازی و استقبال از بهار رو انجام داد و امیدواریم که با این اقداماتی که مجموعه شهرداری انجام داد بتوانیم رضایت شهروندان عزیز رو ایجاد کنیم و شور و نشاط اجتماعی رو در شهروندان عزیز ایجاد کرده باشیم. موفق و پیروز و سربلند باشید. در مورد برنامه‌هایی که تدارک دیده شده در مورد استفاده از مسافرین. بله، در مورد برنامه‌هایی که برای نوروز تدارک دیده شده می‌توانیم به کارناوال‌های نوروزی، ایجاد اتوبوس‌های گردشگری، طرح استقبال از مسافرین نوروزی، جشن‌های نوروزی و همچنین غرفه‌های نوروزی که در محوطه برج قابوس وجود داره اشاره کنیم و همزمان هم به صورت مداوم گشت‌های نوروزی مجموعه شهرداری در مناطق سطح شهر آماده پاسخگویی به نیازهای شهروندان محترم است. شهردار اینا میان یه لحظه وای علیکم السلام
حرفا بکنم گلی به جمالت از کجا بگم وصف کمالت حاجی فیروزم حاجی فیروزم مثل گیسودم مثل گیسودم سالی که گذشت سال بد سالی که گذشت سال بد سالی بد و بد به بد بتر ای سال بر نگرد بری دیگه بر نگرد دکونا رو تخته کرد مردا رو شلخته کرد زنها رو اخمو کردی گرونی رو هدیه کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی یا حق یا هو یا حق یا هو هر کی تو من نمیتونم میتونی بشکنم اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار نمیداره این سیاه بیشوره عجب موسیقه داره سالی که گذشت سال بد سالی که گذشت سال بد سالی بد و بد به بد بدر ای سال بر نگرد بری دیگه بر نگرد دکونا رو تخته کرد مردا رو شلخته کرد زنها رو اخمو کرد گرونی رو هدیه کرد مردا رو حسا کرد زنها رو وسواس کرد بچه ها رو خسته کرد همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی در سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک در سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک Ödemli, beni toprak vatana, oyuncullar katıp verdin, gözüm bağlap yatana, bursak verdin yürüp dursun, ya Muhammed ya Resul. Zahri düşman Rab nişanı merdan خوب پاک را تیر آتش می‌درید وطن سینه چاک را کودکان در زیر آتش بوسیدند این خاک را بی خیالان با چشم باز می‌پرستند این خواب را قلب کودک به نفریاد یا محمد یا رسول Ey Tanrım, adı bilen. Dostlar, biraderleri. Hey, elimden şongırım uçtu. Ay tüteniyle kolum yetmez, ikbalım üzülüp kaçtı. Amin Huday, amin.
مهرنا يكني ويجابنا Allah!